در یک هفته اخیر نرخ گاز مایع در خوجند تا 10% بلند شد. روز 8 ایون در اکثر نقطه‌های فروش سوزشواری نرخ یک لیتر آن 5 سومانی و 15 درم بود و در مقایسه با یک ماه پیش تقریباً 50 درم گرانتر. فروشندگان این افزایش را شرح نمی‌دهند. رانندگان میگن آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد. خیلی منبع از جهت مهم کیلومتر سال معامله ها ویران شد. شاید همین باشد. شاید خودش در حقیقت اونجا قیمت شده باشد. راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. مسافران نیز از بلندشوی راهگیران نگرانند. ما طرف فرخود با این متوسط شده اومدیم. اول میرفتیم 180 70 میرفتیم از گوش اومدیم 150 سومون خیلی اصلا با دیگه میرسه نرخ گاز قیمت شده بنزین هم قیمت شده. یعنی گاز مقصد ارزون باشه کو برای ما هم خوبه. بله. کلینت درآمدش نمیره. ضمناً در شهر و نواحی سوخت نرخ یک لیتر بنزین بلند صفت تا 9 سومانی و سوزشواری دیزلی به مرز 8.5 سومانی میرسد. در مقایسه با اولهای سال جاری گاز مایع بنزین و سوزشواری دیزلی تا 2 سومانی بالا رفت. در ماه ینور گاز مایع همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته میشد. شرکت‌های گازپروم، گازوئیل، آریا، راهی سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده‌های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می‌روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست‌های مونوپولیستان ساحه ربط می‌دهند، مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت‌شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.